بسم الله. بله، خیلی فشار رو مسلمون ها، خیلی سختی هاست، عقب موندگی هاست، فشارهای استعمارگران هست، فشارهای سیاسی، فشارهای اقتصادی، فشارهای نظامی، کشت و کشتار تو کشورهای مسلمون ها، چپاول میکنن ثروتهای مسلمون ها رو، نمیذارن مسلمون ها رشد کنن. اما با تمام اینها بیشترین دینی که در دنیا داره در حال انتشار هست اسلامه. هر جا نگاه میکنی روز به روز مسجدها بیشتر و پربارتر میشن و مردم به طرف مسجد بیشتر میان، جوونا بیشتر میرن به طرف مسجد، غیر مسلمون ها بیشتر به طرف اسلام میان، مطالعه میکنن. کتاب اسلامی در کشورهای غربی بیشترین فروش رو داره. مدارس قرآن و حفظ قرآن روز به روز بیشتر میشه. سایت های اسلامی روز به روز پربارتر و بیشتر میشه و پربیننده تر، و کانال های اسلامی روز به روز بیشتر و پربیننده تر، حجاب روز به روز بیشتر میشه. این دین خداست. خداوند خودش دینش رو حمایت میکنه و حفاظت میکنه، و هر که با خدا در افتاد بر افتاد.